اینترنت در ایران سهمیه بندی می شود. اینترنت در ایران دیگر یک حق شهروندی نیست. از دیماه گذشته تاریکی دیجیتال بر کشور حاکم شده است. همه منتظر بودند بعد از آتش بس اوضاع به روال پیشین برگردد. اما واقعیت تلخ این است: اینترنت قبل مرد. حکومت حالا نقشه جدیدی دارد: تقسیم جامعه به 3 طبقه دیجیتال: سهمیه‌ای، خونی و آزاد. 1. اینترنت سهمیه‌ای. جیره‌بندی دیجیتال. اولین سطح اینترنت سهمیه‌ای است. چیزی شبیه به کوپن‌های دهه 60 اما برای دیتا. دیگر خبری از اشتراک خانگی آزاد نیست. حالا این صنف‌ها و وزارتخانه‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چقدر اینترنت مصرف کنید. استاد دانشگاه 50 گیگ، تاجر 30 گیگ. آن هم با سرعت لاک پشتی، فیلترینگ حداکثری و نظارت مستقیم روی کارت ملی. اینجا هر کلیک شما یک اعتراف است. کافی از پایتان را کج بگذارید تا جیره دیجیتالتان باطل شود. 2. اینترنت خونی. آپارتاید دیجیتالی. اما در لایه دوم با پدیده‌ای به نام سیم کارت‌های سفید طرفیم، یا همان اینترنت خونی. این سرویس مخصوص خواص و نیروهای وفادار است. نه فیلتری در کار است و نه محدودیتی. در حالی که مردم عادی پشت سد فیلترینگ دست و پا میزنند، دارندگان اینترنت خونی میتازند. این یعنی یک آپارتاید واقعی، جایی که نزدیکی شما به قدرت تعیین کننده سطح دسترسی شما به دنیاست. 3. اینترنت آزاد. بازار سیاه در دست امنیتی ها. و اما لایه سوم، اینترنت آزاد. اینترنتی که ظاهراً غیرقانونی است اما در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شود. اما فروشنده کیست؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد ردیابی این سرویس‌ها به همان نهادهایی می‌رسد که مسئول مسدودسازی هستند. سناریو ساده است: اول اینترنت را قطع می‌کنند، نایابش می‌کنند و بعد همان را به قیمت خون پدرشان به شما می‌فروشند. پولی که می‌دهید در واقع باج است، چون اگر قطع شود دستتان به هیچ کجا بند نیست. پایان بندی. خلاصه ماجرا روشن است. بهانه حمله خارجی فقط یک پوشش برای جنگ داخلی با مردم است. جمهوری اسلامی می‌خواهد اینترنت را هم مثل خیابان‌ها مهندسی کند. این جیره‌بندی مکمل همان ایست بازرسی‌ها و کاروان‌های سپاه در خیابان است. آنها فقط به دنبال کنترل دیتا نیستند. آنها به دنبال مهندسی ترس هستند. در ویدیوهای بعدی از مهندسی‌های دیگر حکومت بیشتر خواهیم گفت.